پرواز تا بی نهایت، سید محرومان آسمانی شد. با یک امیدی خود را به تاج صد رساندند، صد قلعه دختر یا به زبان محلی قیز قلعه سی. خیلی تقدیر تشکر میکنم از طرف اهالی محترم چلاله و درانه و همچنین از طرف کشور مقابل که برای ما اینجا دوستی محبت خلق کردید. طرح ساخت این 118 سال پیش بین ایران و جمهوری آذربایجان کلید خورده بود. روی کاغذ و بر اساس محاسبات مهندسی ساختنش نباید اینقدرها زمان می‌برد. در 2-3 سال گذشته تکمیل صد سرعت گرفته بود و حالا نوبت بهره برداری رسید. مگر می شود سید محرومان از کنار این ابر پروژه بگذرد و اجازه دهد مثل نیمه تمام‌های دیگر خاک بخورد؟ به سرانجام رسیدن این صد سالانه 2 میلیارد متر مکعب آب و 270 گیگاوات برق نصیب کشور می کند و آب را به بیش از 70,000 هکتار اراضی زراعی منطقه می رساند. اگر در دفتر کارش می ماند شاید این اتفاقها نمی افتاد. بعضی از استانها میگن فلانی 2 بار اومده 3 بار اومده. من اگر لازم باشه برای حل مسائل مردم نه 3 بار نه 4 بار 30 تا 40 بارم به یک شهر و یک استان سفر کنم، سفر میکنم تا مسئله حل بشه. پای حرفشان بود. هنوز 48 ساعت از سفر فشرده مازندران نگذشته که باز بار بسته و راهی سفر تبریز شده است، از همان جنس سفرهایی که گره از زندگی مردم باز می کند. بعد از انقلاب به جون اومد این منطقه. پیش از انقلاب مرده بودن، هیچ امکانات به این منطقه نداشتن. از ورزان به این ورز، از خدافرین به بالا، از چلفت به پایین، تو مثلا یعنی مرده بودن مردم در زندگی میشن. برای همین است که دیدارش اینطور اهالی مناطق کم برخوردار و مرزنشین را در ذوق می آورد. بعضی از اینها شاید سالهاست حتی فرماندار منطقه خود را هم از نزدیک ندیده باشند. ساعت حدود 13:30 است. قرار است 2 پروژه پالایشگاهی هم در تبریز به بهره برداری برسد. فرصت برای خدمت کوتاه است. باید رفت، باید پرواز کرد، پروازی تا بی نهایت. 3 بالگرد از زمین بلند می شوند. در یکی از بالگردها آیت الله آل هاشم نماینده رهبر معظم انقلاب و امام جمعه تبریز و آقایان امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه و مالک رحمتی استاندار جوان آذربایجان شرقی همراه رئیس جمهور سوار شدند. 2 بالگرد دیگر حامل سایر وزرا و همراهان رئیس جمهورند. راه آنقدرها هم طولانی نیست. بالگرد رئیس جمهور دیر کرده است. حتی تصورش هم سخت است. نفسها در سینه حبس شده و عقربه های ساعت به کندی حرکت می کنند. بالگرد حامل رئیس جمهور دچار سانحه شده. خبری از سرنوشت آن در دست نیست. از همان ساعات نخست انتشار خبر، ایرانی ها در 4 گوشه کشور با چشمی گریان اما دلی امیدوار برای سلامتی رئیس جمهور و هیئت همراه ایشان دست به دعا برداشتند. در مشهد دعای توسل می‌خوانند. شیرازی ها در حرم شاه چراغ دست نشستند. قمی ها هم به حرم حضرت معصومه دخیل بستند. همین 2 هفته پیش بود که رئیس جمهور مهمان دیار کریمه اهل بیت شده بود برای 2مین سفر فشرده استانی. می گفت باید جهادی کار کرد و کار امروز مملکت را نباید به فردا انداخت. کار باید انجام بشه و این که از این دولت به دولت دیگه، از این مجلس به مجلس دیگه، از این مدیر کل به مدیر کل بعدی، از این بخش، واقعا کشور خسارت میبینه. یعنی این تأخیرها، یعنی زمان نشناختن به کشور ضرر میزنه. شما میدونید
یه پروژه و یک طرحی که باید اجرا بشه، امروز بهره برداری بشه یه هزینه داره، فردا بشه هزینه دیگه داره. در همان سفر بود که این طفل معصوم با قدرت اشکانش اسکورت سید ابراهیم را نگه داشت تا به او گل هدیه بدهد. دخترانم، با همه وجود میگویم همه شما را دوست دارم. به یاد همه خاطرات شیرینی که آیت الله رئیسی با خود به شهر و روستا و محله های دوردست آورده بود. مثل این پیرمرد از روستای مرزی خراسان جنوبی خدا حفظ کنه شما. انا لله و انا الیه راجعون. خادم الرضا خادم جمهور ایران آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور اسلامی ایران. مردم قدر خادمان خود را خوب می‌شناسند. شهید قدس را یادتان است و آن آبهای 2 نفره سید محرومان با حاج قاسم. خبر شهادت سید ابراهیم همان اندازه که ملت ایران را غرق ماتم کرده، جهان اسلام را هم به ماتم فرو برده. او مهمترین حامی فلسطین در مجامع جهانی بود. سلام بر قدس شریف، سلام بر غزه و کودکانش. امروز فلسطین محک و ملاک شرافت اسلامی و انسانی است. هیچ دیدار 2 جانبه و نشست چند جانبه ای را ترک نمی کرد مگر آنکه از فلسطین و مظلومیتش بگوید. راهکار برخورد با غاصب و ظالم میدان دادن به اون نیست، بلکه راه آن است که غاصب را از سرزمین غصب شده باید بیرون کرد. 2 باید خسارت بپردازد و 3 باید غاصب را مجازات. و این خونخواهی مظلومان فلسطینی تا چند ساعت مانده به شهادت همچنان پرفروغ بود. مسئله فلسطین مسئله بسیار مهمه، مسئله به نظر ما اول جهان اسلامه. ما تردید نداریم که ملت آذربایجان و ملت بزرگ ایران همواره نسبت به حمایت از مردم فلسطین و غزه و نسبت به نفرت از رژیم صهیونیستی تردید ندارند. حالا این سید محبوب به جرگه همه آنهایی پیوسته که روزی و روزگاری برای ملت ایران شب و روزشان را به هم دوخته بودند و دست آخر مدال شهادت بر گردنشان آویخته شد. مثل رجایی، با هنر، بهشتی و حالا رئیسی.